سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آخرین قبولی رشته‌های مختلف رو می‌خوایم با هم بررسی کنیم. اول از همه رشته تجربی. خب دوستان، ما اینجا برای رشته‌های مختلف رو کامل قرار دادیم و اینکه تراز کل، نوع دوره‌شون، نوع دانشگاه، رتبه‌ها و همینطور رتبه توی سهمیه، رتبه کشوری و سهمیه قبولیش رو کامل قرار دادیم و همینطور کارنامه‌شون رو، یعنی شما با درصدهای مشابه و همینطور رتبه و تراز مشابه شانس قبولی توی این آخرین رشته ها رو دارید. و اینکه تمام این رشته ها برای سال 1401 هستش و اینکه میتونید از سایت سنجش استعلام بگیرید همه رو. نکته‌ای که باید دقت بکنید اینه که به این درصدها نمیتونید اکتفا کنید، چون که این درصدها برای دروس عمومی هم هستن و اینکه چون دروس عمومی حذف شدن ما باید به تراز اصلی و همینطور رتبه توی سهمیه دقت بکنیم. بعد از اینکه رشته ها رو بررسی کردید حتما باید به این فکر بکنید که کدوم ها رو میتونید توی اولویت های اصلیتون بر اساس رتبتون و ترازتون انتخاب کنید و قرار بدید. خیلی مهمه که شما به ترتیب و درست انتخاب رشته بکنید، چون ممکنه شانس قبولی رو توی یک رشته داشته باشید ولی به خاطر انتخاب رشته اشتباه اون شانس رو از دست بدید. دوستان، بریم سراغ آخرین قبولی های رشته انسانی. تمام زیرشاخه هاش رو از جمله حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، تاریخ، مترجمی عربی و تمام رشته هایی که نیازه و شما باید در موردشون اطلاع داشته باشید رو کامل آخرین قبولیاشون رو بررسی کردیم و قرار دادیم. فقط نیازه که با دقت بررسی کنید، ببینید که آخرین قبولیتون توی چه رتبه‌ای بوده، چه ترازی بوده و بتونید بر اساس اون انتخاب کنید. ما تمام این رشته ها رو براتون بررسی کردیم، ولی یک سریشون چون که بستگی به بومیگزینی و کشوری داره، خب امکان انتخابشون نبود و نمیشه که همش رو داخل یک کلیپ گذاشت. اگه شما هم هنوز دقیق نمیدونید که باید چطور انتخاب رشته بکنید و اطلاعات درست کارنامه کنکورتون رو بررسی بکنید، ما تصمیم گرفتیم یک کلیپ براتون آماده بکنیم که توی این کلیپ قراره در مورد بومیگزینی، در مورد انواع رشته ها، در مورد تمام چیزایی که مورد نیازه تا شما انتخاب رشته درست و اصولی انجام بدید رو براتون ضبط میکنیم و کامل قرار میدیم، بهتون آموزش میدیم. شما نیازه که این رو کامل و با دقت ببینید و بدونید که توی چه منطقه‌ای هستید، اون رشته‌ای که میخواید به چه صورت پذیرش میشه، انواع دانشگاه‌ها چقدر از اون سهمیه دارن و پذیرش دارن و اینکه برای فرهنگیان خب خیلی پذیرش ها متفاوته، بستگی به اون استان داره، بستگی به اون دانشگاه داره و اینکه خیلی مهمه که شما انتخاب درستی داشته باشید، اولویت ها رو بررسی کنید و انتخاب درستی داشته باشید. خب دوستان، بریم سراغ آخرین قبولی های رشته ریاضی. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مهندسی مواد و متالورژی گرفته تا مهندسی معماری، عمران، کامپیوتر، برق، تمامشون توی نوبت‌های مختلف، یعنی روزانه، نوبت دوم، دانشگاه‌های مختلف با تراز و رتبه‌های متفاوت و همینطور درصدهای متفاوت همه برای ما کامل جمع‌آوری شدن و براتون قرار دادیم که بتونید استفاده کنید و انتخاب رشته کاملا درست‌تری داشته باشید. یادتون نره که لایک و سابسکرایب کنید. خیلی این ویدیو، کانال و ویدیوهای بعدی میتونه براتون مفید بوده باشه، پس حتما حمایت کنید و امیدواریم که کارنامه‌های شما هم سال دیگه توی همین کانال قرار بگیره با عنوان آخرین قبولی ها یا حالا انشالله بهترین ها. امیدوارم که موفق باشید. تمام رشته ها رو بررسی کردیم، امیدوارم که به دردتون بخوره. اگر حس میکنید که خیلی از این رشته ها رو نمیشناسید یا باشون آشنایی ندارید یا بینشون موندید و نمیدونید که چطوری انتخاب بکنید، حتما منتظر ویدیوی بعدی باشید که ما تمام این رشته ها رو میخوایم معرفی بکنیم و قطعا اون ویدیو خیلی میتونه براتون مفید باشه. از دستش ندید. سعی کردیم توی این ویدیو تمام رشته هایی که برای رشته های دبیرستانی وجود داره، برای کنکور وجود داره
همه رو براتون قرار بدیم و بتونید انتخاب درستری داشته باشید. همه رو با درصد گذاشتیم، هم برای رشته ریاضی، هم برای انسانی و هم برای تجربی. تمامشون مورد بررسی قرار گرفته. میتونید از سایت سنجش استعلام بگیرید و قطعاً خیلی میتونه توی انتخاب رشته کمکتون بکنه. منتظر ویدیوی بعدی باشید. تا درود دیگر، بدرود.